رفیقم طلا رو که دیگه میشناسی. نمیدونستی رفیقمه؟ بابا لامصب، ما این همه وقت چند ساله داریم با طلا کار میکنیم، تحلیل میدیم، سیگنال میدیم، هر کاری هم که بهش میگیم انجام میدیم. میگیم از اینجا بریز میریزه، از اونجا پامشو پام میشه. دیگه با تا الان میفهمیدینا. رفیق من، بابا شما یکی رو پیدا بکن که از یک هفته قبل بیاد به شما بگه که طلا توی قیمت هایی که تا حالا به خودش ندیده قراره چجوری به صورت کاملا هدشات بریزه. این کار فقط از سمت آکادمی پیپراز برمیاد و بس. بریم شاهکار هفته گذشته رو بهتون نشون بدم و جاهایی که باید چجوری ترید میکردیم رو با هم بررسی بکنید. ناگفته نماند چند تا نکته خیلی خفن هم میخوام بهش اضافه بکنم که مطمئنم توی تریدهای بعدیتون به دردتون میخوره. با ما همراه باشید که بریم سراغ شاهکار هفته گذشته. هفته گذشته بچه ما اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم که طلا توی چند تا گره معاملاتی گیر کرده، مثل اینجایی که الان اینجا مشخص میکنم. گفتم آقا طلا توی اینجا گیر کرده. خیلی وقت قبل ترش گفتم که طلا توی این محدوده گیر کرده و خارج شدن از این محدوده میتونه روند خودش رو شکل بده. و هفته پیشم اومدم گفتم که طلا خیلی ریسکیه که این دو نقطه رو ترید بکنید و اصلا تریدش نکنید. حالا جدا از اون یه سریا میخواستن تریدش بکنن، بچه چند تا نکته هست اینجا. یکی این که گفتم خیلی خطرناکه، چون طلا به محض این که از اون جایگاه خودش در بیاد، دارم این گره معاملاتی و اینجا رو دارم میگم، دیگه همون سمت رو میگیره و حرکت میکنه و میره. حالا چند تا اتفاق این وسط افتاد بچه‌ها. فراموش نکنید که من بهتون گفته بودم وقتی شما یه واکنشی رو، اول اینکه اینجا رو اصلا من گفتم تریدش نکنید، با اینکه سیگنالش رو اینجا دادم ولی مستقیم گفتم تریدش نکنید. حالا امیدوارم تریدش نکرده باشید، ولی اگرم تصمیم داشتید که اینجا رو ترید بکنید بچه‌ها، ببینید نرسیده بهش تقریبا نه یه بار، دو بار واکنش شده و این به شدت خطرناکه. وقتی هم که داره اینجوری سقفای کوتاه‌تر و یعنی سقفای پایین‌تر و پایین‌تر میزنه و این خیلی خطرناک بود. حالا گفتیم اگر این محدوده کاملا شکست اومد اینجا، به حساباً مطمئن شدید که این از اون گره معاملاتی خارج شده، میتونید سل بگیرید. بچه خیلی شما باید حواستون باشه. دقیقا همین اتفاقی که اینجا افتاد خیلی بدترش اینجا افتاد. من منتظر بودم اینجا تریدم فعال بشه بچه ها، ولی تقریبا 5 این تا لاین ما 14، ولی ما از لاین 10 پیپ میایم پایین تر میکاریم. کمتر از 5 پیپ نرسیده به معامله ما از همینجا شما ببینید چقدر واکنش داده. نه یه بار بلکه چند بار. یه بارم اینجا واکنش داده، بهتون نشون میدم. ببینید 100 پیپ خودش واکنش داده. حتی یه مثلا کمتر هم بود، در حد 90 پیپ بود، بازم شما باید پاک میکردید. هرچند که میگم یه بارم دوباره از اینجا واکنش داده، یه بارم از اینجا. هرچند که من خیلی خیلی این لاین رو قدرتمند میدیدم که وقتی شکسته بشه شما باید روش به حساباً سل میگرفتید و میومدید پایین. ولی قبل از اینکه بخواد معامله من فعال بشه واکنششو داد. امیدوارم شما هم پاک کرده باشید. و حالا میخوام اینو بهتون نشون بدم بچه‌ها. این حالا امیدوارم که تریدش نکرده باشید، چون من نکردم خودم. این محدوده یه حالت فیک اوت داشت، یه جورایی انگار اومده بود استاپای اینجا رو جمع بکنه و بعد پامپ بشه بره بالا. همونطور که میبینید اومده این لاین رو شیکونده، دوباره مجدد اومده بالاش تثبیت داده که من مجدد برگشتم به همون گره معاملاتی خودم. حالا چند تا نکته‌ای که میخواستم بهتون بگم اینه. شما اینجا مطمئن نبودید که، یعنی من ریسک گفتم اینقدر ریسکیه چون مطمئن نبودم که قرار اینجا مجدد واکنش بده، هرچند که داد. خب ولی وقتی اینجا شکست اومد پایین لاین، یکم نوسان کرد، دوباره اومد بالا، تایید داد که من برگشتم جای خودم. این یه حالت چجوری بگم، یه تاییدیه برای من بود که آره الان این یک رنجیه. من دارم راجع به این رنج صحبت میکنم، رنجی که توی این گره معاملاتی هست،
رنج 300 پیپه. این یه رنجیه که من میتونم ازش استفاده بکنم. اینو من نگفته بودم تا حالا توی هیچ کدوم از ویدیوام، فکر نکنم گفته باشم. شایدم گفتم ولی فراموش کردم، چون واقعا دیگه خیلی ویدیو زیاد گرفتم، نکاتم خیلی توش گفتم. یعنی واقعا ویدیو قبلی ها رو باید ببینید، هرچند تعدادشون زیاده ولی ببینید، خیلی واقعا به نفعتونه. از اینجا قشنگ میتونستید بایشو بگیرید. خب خیلی قشنگ میتونستید بگیرید. درصد وین ریت این حالتی که بتونم دارم میگم فوق العاده بالاست و خفنه. حالا اگر گرفتید این نقطه رو حتما به من بگید. جزء براینده هفتمون حساب نمیشه، فقط دارم یه سری نکات ترید رو میگم که شاید در آینده خارج از سیگنال و تحلیلی که میدم، چون بچه من یه هفته قبل تحلیل میدم، دقیق نمیدونم که قرار چه اتفاقی بیفته که نسبت به لایو مارکت بیام بهتون سیگنال بدم. خب خلاصه تا اینجای کار هیچی نصیب اون نشد. اومد باز اینجا بچه نگاه کنید، این از این محدودهای این شکلی بترسید بابا. این گره معاملاتی این شکلی مخصوصا وقتی نزدیک معامله شما این اتفاق میفته، اصلا هرچی اون نزدیکی رو از پاک کن، واکنش هم بده پاک کن، اصلا ریسک نکن. هرچند که ما استاپ لاس داریم بچه ما اینجا مثلا اگر ترید اینجا میزدیم یا اینجا میزدیم فعال نمیشد و میرفت، نهایتا استاپمون زده میشد. ما اینجا ریسکمون مشخصه و حساب شده است، ولی خب پاک بکنید خیلی بهتر. من خودم شخصا اینجا رو ترید نکردم و منتظر شدم که بیاد کاملا بشکنه و بیام پولبک خوشگلش رو بزنم. بچه واقعا حیف شد که این دوتا لاین جلوی راه ما بود و وگرنه من قطعا به خدا اصلا شاید بهتون بگم که حتی این لاین آخریه هم حساب نمی کردم. چرا؟ چون بچه ها واکنش هایی که باید بده این دوتا محدوده، این آبی رنگه و این نارنجی رنگ، یعنی حالا عدد بدم خیلی بهتره، 2967 ممیز 93 و 2956 ممیز 13. توی دفعات قبل این واکنش داده شده بچه ها. بذارید من اینو یه لحظه آف کنم. این واکنش داده شده، اونم چندین و چند بار. پس خیلی ریسکیه که ما بخوایم بیایم اینجا ترید بکنیم. خب و واقعا ریسکیه. خب واقعا ریسکیه. حالا این لاین آبی رنگ رو بگید یه چیزی، مثلا این 2967 ممیز 93، یعنی شما تنها جایی که باید استاپ میخورید اینجا بود. حالا من از اونجایی که بی‌انصافی نمی کنم، من خودم شخصا ریسک این دو نقطه رو پذیرفتم و حالا جدا از نکاتی که میخوام بهتون بگم، اشتباهاتم هم میخوام بهتون بگم. خیلی مهمه که از اشتباهات من شما بتونید، حتی شاید اشتباه شما نکرده باشید ولی مثلا شاید براتون یا چه میدونم یه حالت گوش زد باشه یا یه حالت یادآوری باشه یا هر چیزی. ببینید این اول این که من اومدم 2 تا 1% ریسک کردم. شما هیچ وقت تو محدوده این شکلی 2 تا 1% ریسک نکنید، 2 تا 0.5% ریسک کنید که در مجموع بشه 1% ریسک. این یه مورد. من اینجا 2% بچه استاپ خوردم، ولی اینجا هم 2% تیپی خوردم. اینم بهتون بگم، یعنی علنا من با اینجا یر شدم. 2% اینجا 2% اینجا یر شدم. هرچند که نباید اینجا رو میگرفتم، واقعا ریسکی بود، ولی فقط تنها جایی که باید استاپ میخوردم اینجا بود. وقتی هم که استاپ خوردم پول بک بهش رو نتونستم بگیرم، چون نرسیده به لاین ما واکنشش رو داد. بچه ها توی این نقطه، بذارید من اینو پاک کنم، توی این نقطه رو دارم میگم، واکنشش رو داد و رفت بالا. بگذاریم این که حالا بعض اگه پول بک هم میداد برمیگشت، من باز دوباره بایشو میگرفتم، چون این از اون پول بک ها نبود که من بگیرم. خب یعنی بیاید با هم چیز باشیم، من نمیخوام چیز کنم که میگم آره پول بک داد واکنشش هم داد، نه، ولی باز میومد میگرفتم واکنششو. اما بچه قیمت وارد کانال 3000 شدیم بچه. طلا رسید، هر اونسش رسید به $3000. اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه میکنم شما تو کامنت ها به من بگید. فکر کنم 28 گرم میشه، یعنی هر گرم طلا اگر اشتباه نکنم میشه $100. خب حالا باز هر جاش من اشتباه میگم بگید، چون من زیاد حساب کتاب نکردم نمیدونم. ولی ببینید چه هدشاتی بچه ها،
من این نقطه رو سل داده بودم بهتون و گفتم که بگیرید و ببینید به چه زیبایی. یعنی این 10 پیپی هم که من فاصله میدم یعنی واقعا بجاست. نگاه کنید 10 پیپ فاصله دادم از لاین و گفتم که شما 10 پیپ پایینتر بیاید تریدتون رو بکنید و ببینید چه خوشگل اومده فعالش کرده و این ریزش به این زیبایی اتفاق افتاده. حالا چرا تیپی 2 گرفتم من؟ به خاطر اینکه دیگه بچه‌ها مارکت رسید به آخر جمعه این دیگه، تو جمعه بود و مارکت هم داشت بسته میشد. منم این ور هیچ سودی نکرده بودم چون یر شده بودم دیگه. گفتم حالا تیپی 1 نه، تیپی 2 3 هم نه، تیپی 2 دیگه بسه. حالا اگر شاید خیلی از دوستانم مثلا دنبال تیپی 3 بودن، اگر هم مثلا میخواستن تا آخرین لحظه مارکت تیپی 2 میبستن، یعنی همین محدودای اینجا شما دیگه باید میبستید. خب من ریسک نکردم، همون 2 گرفتم. یعنی هفته پیش ما با ریسک 1% توی هر معامله شد چقدر؟ شد 2% سود توی یک هفته. حالا اونایی که ریسکشون رو بالاتر بردن خب قطعا سود بیشتری هم کسب کردن. حتما توی کامنت ها به من بگید که کجاها رو بای گرفتید، کجاها رو سل گرفتید، اصلا چقدر سود کردید هفته گذشته. بچه‌ها خیلی برای من مهمه که ببینم شما چجوری با تحلیل ها و سیگنال هایی که میدم میری جلو و استفاده میکنید. خیلی برام مهمه. خلاصه 2 تا هدشات فوق العاده خفن من اینجا بهتون دادم که یکیش میشد اینجا. من بهتون گفته بودم بچه قیمت طلا هر وقت تهش 30 خیلی خفنه، به خاطر اینه. اگر این 2 تا لاین نبود، یعنی مثلا من به خاطر واکنشی که توی گذشته داشته و واقعا جای ریسکی هم بود نگذاریم، یعنی قشنگ میتونستید اینو ریسک ویریش کنید برسونید به لاین بالایی. من نمیگم حالا دقیقاً تا اینجا، ولی حداقل تا نصف اینجا یعنی 500 پیپ هم میتونستید بگیرید ازش. خیلی جای خفنی بود این، چون دیگه اینجا تثبیت کامل داد. علتش هم بهتون میگم، تثبیت کامل داد که من از این رنج خارج شدم. حالا میتونست همینم دوباره فیک بشه مثل اینا، ولی خب ما دیگه ریسکو به خاطر این گذاشتیم، استابلوس و اینا رو به خاطر اینا گذاشتیم و ببینید به چه زیبایی به لاین واکنش داد و پام شد رفت بالا و قیمت‌های جدید طلا رو ما تو هفته گذشته دیدیم و واکنشاشو هم گرفتیم. بگذاریم. واقعا لایک داره این تحلیل بچه‌ها، واقعا لایک داره. حتما لایک کنید، صفحه رو کوچیک کنید. دکمه لایک یوتیوب خیلی جدید، ببخشید چرتیه، باید صفحه نمیدونم شاید من اشتباه میکنم، ولی توی هر دیوایسی یه جوره، البته اینم بگم. ولی لایک بکنید، حتما ما رو حمایت بکنید به خاطر تحلیلی که میدیم، به خاطر سیگنالی که میدیم که این فرآیند ادامه دار باشه. و اما بریم سراغ بخش کامنت که واقعا نمیدونم چی بگم، گل کاشید. بریم که کامنت ها رو با هم بخونیم و البته فقط سوالاشو، چون خیلی تعدادش زیاده، و بریم که جواب سوالات شما رو بدیم و بعدش هم بریم سراغ ادامه هفته و تحلیل هفته آینده. بچه‌ها واقعا دمتون گرم. من توی ویدیوی قبلی متوجه شدم که واقعا چند نفر با اون همراهن و دارن از سیگنال و محتواهایی که میذاریم استفاده میکنن. حدود 217 تا کامنت بچه‌ها گذاشتید. حالا تعداد نفراتش نمیدونم، ولی خب حدوداً دیگه فکر کنم بالای 180 نفر اینا باشه، چون خیلی ها هم چند تا کامنت گذاشتن. ویدیو 1000 تا ویو خورد. حالا انتظار نداشتم 5000 تا ویو بخوره، چون اونقدر حالا دنبال کننده، حالا به خاطر وضعیت اینترنت و فلان و همینا هست. 146 نفر ما رو لایک کردن، دمتون گرم واقعا. 5 نفرم دیسلایک کردن، دم شما هم گرم. همین که اومدی وقت گذاشتی، اصلا همین دکمه دیسلایک هم زدی، دمت گرم. به هر حال حالا نمیدونم چه خصومتی داشتی یا هر چیزی، ولی ما فقط قصدمون کمک کردنه، با هیچ کس هم دشمنی نداریم. به هر حال هر جا که هستید سلامت باشید. بچه من واقعا نمیرسم همه کامنت ها رو بخونم، فقط یه سری سوالای حالا تخصصی پرسیدن که اونا رو میخوام جواب بدم.
خیلیاتون بچه‌ها واقعا کامنت گذاشتید. اگه دوست دارم تک تکتون بیام مثلا زنگ بزنم میگم دمتون گرم، مرسی که هستید همیشه. انتظارم ندارم هر ویدیو بیاید اینجوری برای من کامنت بذارید مثلا تعداد کامنت رو بره بالا، ولی خب حداقل هر از گاهی یه خودی نشون بدید. یعنی من انتظار دارم که فقط بیننده نباشید، هر از گاهی مثلا کامنت بذارید، یا حالا مثلا هفته گذشته رو ترید کردی نکردی حتی هم بیا کامنت بذار، هر جور که خودت سلام. فقط میخواستم ببینم که واقعا چند نفر با اون همراهن که بهم ثابت شد و یه دلیل خیلی محکم شد که من ویدیوها رو ادامه بدم. فهمیدم که واقعا اگر این ویدیوها رو قطع بکنم اصلا عذاب وجدان نمیذاره بگیرم بخوابم. میگم خیلی منتظرن من ویدیو بگیرم که بهشون تحلیل این هفته طلا رو بدم. خلاصه نمیتونم بخونم این کامنت رو، ولی دم همتون گرم. خیلی ها هم از سوداشون گذاشتن. من سعی میکنم یه ویدیو با سرعت بالا بذارم. حالا خیلی ها میتونن برن ویدیو قبلی اسکرول کنن کامنت ها رو بخونن خودشون اگر دوست داشتن، ولی خب این ور میذارم هر کی هم دوست داشت کامنت ها رو همینجوری ببینه. ولی خب اصل کاری سوالا رو میپرسم، میخونم و جواب میدم. سلام درود، یک پیشنهاد، جسارت نباشه لاین هایی که رسم میکنی رو با فیبو عدد بدی راحت تر و دقیق تر میفته. بروکرها هم گاهی قیمت ها متفاوت و ورود گاهی متفاوت میشه. شما مورد جدید نداره این استراتژی آپدیت یا تغییری مثلا با فر؟ محمود جان ببین نه اصلا مشکلی نیست. ما خیلی ها دارم بهمون میگن شما فیبو بنداز، این کار کن اون کار کن. ببین من خودم این حالت رو دوست دارم که میام اصلا انگار لذت میبرم از اینکه این کار رو انجام میدم. حالا خیلی کار خاصی هم نیست، جمع و تفریقه، تقسیمه در اصل، ولی من راحت ترم که اینجوری برم جلو. اگه شما با فیبو راحتی با فیبو برو، هیچ مشکلی نداره، هر جور راحتی میتونی پیش ببری. در رابطه با بروکرم من 1000 بار گفتم، من بروکری که خیلی وقته 1 سال خورده ای که دارم استفاده میکنم توی تریدینگ ویو FX اوپنه. اگر اوپو فایننس بروکری که من توش ترید میکنم، اگر اوپو فایننس چارتش بیاد اینجا که فکر کنم به زودی هم میاد، من دیگه چارت رو تغییر میدم میبرم رو اوپو فایننس، خیال هممون راحت شه دیگه، همه میتونن از اونجا. ولی سعی کن روی FX اوپن باشی خب، که هم نقاطی که میدیم یکسان باشه، هم ببین چون اصلا تغییر دادن این بروکر خودش اشتباهه، چون یهو میبینی قیمت ها متفاوت میشه، لاین ها جابجا میشه، هر دفعه شاید نتیجه متفاوتی بگیری و شاید مثلا این متفاوت بودن همش ضرر بشه. خب با خودته، ولی من پیشنهاد میکنم همه از یه بروکر استفاده کنیم. من مثلا اینجا تحلیل میکنم ولی توی اوپو فایننس تریدمو میکنم که میبینید فعالم میشه، پس اوکی بوده 1 سال خورده ای. کامنت بعدی، کسی هست بگه حال نمیکنم، منظورش به تحلیل ماست. خیلی برام باحال بود این کامنتاتو که خوندم. آره هست، 5 نفر بودن که حال نکردن، خیلی هم که کلا زحمت ندادن حتی چیز بکنن، یا کامنت بذارن یا حتی لایک بکنن یا دیسلایک بکنن. چون ما 1000 تا ویو داشتیم، 217 تا کامنت، 140 خورده ای نفرم لایک کردن، پس ما بقیه اصلا کلا انگار کلا زیاد اشتیاق نداشتن که مشکلی هم نداره. هادی خان عزیزم دمت گرم، این هفته نزدیک 30% سود گرفتم با ریسک 3%. ممنونم بابا، ترکونی خیلی 3% زیاده ولی واقعا نوش جونه، دمت گرم واقعا، مرسی که اومدی گفتی بهمون. واقعا خیلی سود زیادی کرده بودی که اومدم حالا خوندمش. خیلی دیگه هم سود کردن ها، فقط یه دونه رو خوندم چون خیلی برام زیاد بود و خب خیلی از دوستانم ترجیح میدن با ریسک بالا برن، اینقدر دیگه مطمئن شدن از سیگنالمون. سلام، شما که تو کانال تلگرام سیگنال نمیذارید؟ نه من تو کانال تلگرام سیگنال نمیذارم، تنها جایی که میذارم اینجاست چون میتونم توضیح بدم راجع به سیگنال و براتون شفاف سازی بکنم چرا اینجا اومدم ترید کردم. حالا منظور تو دقیق متوجه نشدم. خیلی ها بچه ها کامنت گذاشتید، من فقط دارم از روش رد میشم. واقعا نمیشه 217 تا کامنت رو خون، میدونید اصلا کار آسونی نیست، نصفش هم نمیشه خون. من فقط الان دارم اینجا اسکرول میکنم که یکی سوال پرسید جواب بدم. داداش برای هر ویدیو زیاد خودت اذیت نکن، چشم. مثلا قسمت کامنت خوندن ها رو حذف بکنی، نمیشه. از من همین الان دارم کامنت تو رو میخونم، جوابتو میدم،
خیلی از سوالا و اینا تو کامنت هاست. شما اگه دوست نداری کامنت ها رو، خب مثلا حوصلت سر میره هر چیزی، بزن. من ویدیو رو پارت کردم، بری تو دیسکریپشن میتونی مثلا سری بزنی بره رو تحلیل، ولی خیلی نکات رو از دست میدی توی کامنت ها، اینی حواست باشه. و اینکه خیلی دوست دارم من کامنتاشون رو بخونم و جواب سوالاتشون رو بدم و توضیح دادنش به حالت گفتاری به این نحو خیلی به نظرم هم بهتره هم خفن‌تره. من میتونم کاملتر توضیح بدم. درود برادر، این که شما و مجموعه خوبتون نتایج عالی هست شکی درش نیست، ولی تو سوشیال میبینم دوستان بیشتر دنبال لایف ترید و حضور داشتن شما اساتید در لایو ها هستن. ببخشید جسارت میکنم، من احساس میکنم تریدر همون با آرامش فکری و داشتن یک استراتژی با این پتانسیل رو نمیتونن پیاده کنن تو بازار. اگر بتونید در هفته لایف ترید بذارید و پرسش و پاسخ داشته باشیم خیلی عالی میشه. مرسی عزیزم بابت کامنتی که گذاشتی. اتفاقا من خودم بارها به فکرم بود که بیام لایف بذارم، ولی اصلا نیاز دارم لایف بذارم که بابت رشد کانال یوتیوبمونم خیلی کمک میکنه، ولی استایل پیپراز، استایل پاورلاین به لایو نمیخوره. من الان سیگنالامو میام تو روز تعطیل به شما میدم، میگم اینجوریه. یعنی من اگر بخوام یک لایو بذارم شاید یهویی باشه و همه نتونم بیان توش و نمیتونم مثلا خب بیام اینجا بگم خب بچه‌ها من منتظر 100 پیپ سودم، شاید این 100 پیپ سود 2 ساعت اتفاق بیفته. اصلا این اشتباه توی استراتژی ما. استراتژی ما میدونی چجوریه دوست من؟ ما تریدو میکاریم، هر از گاهی بهش سر میزنیم، وای نمیسیم چارت رو نگاه کنیم. اصلا اشتباه، من پای چارت نمیشم، یه درصد فکر کنم من پای چارت میشینم وقتی این تریدا رو انجام میدم. اصلا استایل ما اینجوری نیست. ما خیلی راحت داریم ترید میکنیم. اینجوری نیست که بشینیم پای چارت ببینیم چه اتفاقی میفته، قیمت الان این کارو بکن اون کارو بکن، الان وارد شو الان خارج شو. اینجوری نیست. روی سشن خاصی هم نیست، توی همه سشن ها ما داریم ترید میکنیم. خلاصه خواستم بهت بگم دوست دارم لایو بذارم، خیلی هم واسه پیشرفت میشه، خیلی چیز میشه. حالا شاید توی موارد دیگه لایو بذاریم، ولی در اصل نمیتونیم لایو برای ترید بذاریم، متاسفانه نمیشه، به استایل تریدمون نمیخوره. ببخشید چرا خطوط های ولی هفتگی من با چیزی که میخونید شما فرق داره؟ به خاطر بروکر. ما از فیکس اوپن استفاده میکنیم، شما هم همینو بیار که یکسان باشه، چیز متفاوتی، نتیجه متفاوت نگیری. همه از یه جا تریدم بکنیم بهتره. پیشنهاد میکنم بروکری که توی دیسکریپشن هم برات گذاشتم، اپو فایننس، از اونجا اگر نداری برو ثبت نام کن و استفاده کن، چون ما همونجا نقاطمون رو میکاریم. خیلی کامنت ها زیاده، من همینجوری دارم اسکرول میکنم با شما صحبت میکنم. هادی خان دوره پیشرفته رو چجوری تهیه کنم؟ تو دیسکریپشن گذاشتم برات عزیز من لینک، میتونی ارتباط بگیری، شرایطش داشتی میتونی، یعنی تو مسابقه قبول شدی میتونی حالا یا شرکت بکنی یا تهیه بکنی، هر جو خودت میدونی. ولی خب اینا نکته رو بهتون بگم بچه‌ها. ما دوره پاورلاین یکی این که اول آنلاینه، بیشتر ما روی آنلاین تمرکز کردیم و هر کسی هم نمیاد تو آنلاین، یعنی میتونه بیاد تو آنلاین. آفلاین رو هم داریم، ولی اینجوری نیست که شما بیای ویدیو رو ببینی بعد خودت بری ببینی بر اساس ویدیو ترید کنی. شما وقتی که آموزش میبینید چه آنلاین چه آفلاین و میبینی این ویدیو رو یا حالا آنلاین آموزش میبینی، فکر نکن بعدش تموم میشه و خودت. شما منتور داری، یه تایم مشخصی منتور داری، تمام اشکالاتت، تمام سوالاتت باید ریپورت بدی، باید مثلا یه جورایی مشق بهت میدن که بری انجام بدی که مطمئن شیم. یعنی ما تا مطمئن نشیم که شما روی استراتژی پاورلاین مسلط، یعنی تا وقتی که متوجه نشیم که شما مسلط نشدی ولد نمی‌کنیم. باید حتما مسلط بشی که بعد بیم ولد بکنی. مسلط هم نشدی دیگه با انقدر تکرار تمرین بکنی، انقدر بری جلو که بتونی مسلط بشی. خیلی بچه‌ها اینو خواستم بهتون بگم که یه وقت اشتباه فکر نکنید که ما مثلا از اوناشیم. خب خواستم فقط بهتون بگم که فکر اشتباه نکنید. درود استاد، آموزش شما عالی، تنبلی از ماست. در سیگنال ها میگن 5 پیپ بالاتر بای و لیمیت بالعکسش برای سل. ممکنه مثال عددی براش بزنید؟ والا خب دیگه توی نتایج اینا من دارم دقیق میگم دیگه. شما یه لاینی که مشخص میکنیم
مثلا میگیم سل بگیر 10 پیپ ازش کم بکن اون لاینو و تریدتو بکار. ولی اگه منظورت اینی که نمیتونم پیپش حساب کنم که اون اصلا یه داستان دیگه است، باید بری بیسیک بازار رو یاد بگیری. این دیگه اینا رو نمیشه توضیح داد حقیقتش بخوای، ولی خیلی کار پیچیده ای نیست. سلام عزیز، نفرمایید من که لایک میکنم، با گوشی های خانواده هم لایک میکنم، ادامه ادامه ادامه. چند بار دیگه میگم. یعنی اینو چرا خوندم؟ چون واقعا دمت گرم مصطفی جان، خودت که لایک میکنی هیچی، گوشی بقیه رو میگیری لایک میکنی. این یعنی شما هم خیلی طرفدار مایی، هم خیلی دمت گرم، هم خیلی ما دوستت داریم. از سمت من، دانیال، سینا و کل مجموعه پیپراز دمت گرم. چون این کار یعنی که شما واقعا چجوری اصلا توصیفش هم برام اینقدر سخته، دلی یعنی داری با مون میای جلو. خیلی حال کردم، با دمت گرم. من هادی جان از چگونگی بررسی لاین ها واقعا استفاده میکنم، امیدوارم موفق باشی. پیشنهاد داشتم به جای لاین از ناحیه استفاده کنید، مثلا به جای لاین مقاومتی 29C از ناحیه مقاومتی 29-28 تا 29C استفاده کنید. آره ببین چیز خوبی، میدونم چی میگی محدوده مشخص کن، ولی تا الان ما مشخص هم میکنم اتفاقا خیلی از جاهای محدودهای 2 تا لاین قرار میگیره که ما میگیم این محدوده رو شما اینجوری برو، خب ولی ما انقدر سیگنالامون نقاطمون خفنه که همون یه دونه بسمونه، یعنی همون یه قیمت بسمونه. فکر کنم اینو از هفته قبلم دیگه متوجه شدی. بریم سراغ ببینم دیگه کامنتی هست. واقعا زیاد، یعنی اسکرول کردنش هم داره از من زمان میگیره. به جایی استاپ تریل هست حسین. فکر کنم هفته پیش من اینو یادم رفته بود، استاپ تریلینگ رو من فراموش کردم فکر کنم اسمشو توی هفته گذشته که برای ریسک فری یادم اومد. دمت گرم، مرسی حسین جان که گفتی، از ذهنم پریده بود اسم استاپ تریلینگ. خب هی میگفتم خدایا اینو، چون اسم انگلیسیشو کلا زیاد استفاده نکردم از ذهنم پریده بود. مرسی که گفتی، یادم اومد. حالا خیلی هم نمیدونستن، فکر کنم دیگه الان متوجه شدن. سلام آقا هادی، ببخشید کانال دارک روم رو دیگه نمیذارین، چرا؟ هنوز هستش، باورجاست. درباره کانال سیگنال هم اگه میشه توضیح بدین که اشتراک 1 ماهه و 3 ماهه داره. اگر منظورت کانال پاورلاینه یا همون کانال POL که اون یه بخشش اشتراکیه، شما میتونید اشتراکیش تهیه بکنی. یه بخشش هم هست که اگر شما جز IB باشی و اینا شرایطش فکر کنم خوندی، میتونی مثلا دیگه دائم اونجا باشی و استفاده بکنی از سیگنالا. سلام، اگر تایم ویدیو رو کمتر کنید و مختصرتر باشه بهتره. مصطفی جان قربونت برم، اصلا من که نمیگم بشین کل ویدیو رو ببین، ولی خیلی‌ها میخوان من کامنتاشون رو بخونم، خیلی‌ها میخوان من بیشتر توضیح بدم، آموزش بدم. حالا شما بیشتر توی تحلیل و اینا فوکوس داری، گذاشتن تو دیسکریپشن، بزن برو سراغ تحلیل، اصلا اجباری نیست. دمت گرم. 1 ساعت دیرتر این چون کامنت ها توی صفحه لپتاپ برعکس باز میشه، به خاطر اینکه کلمات انگلیسی و فارسی رو وقتی شما قاطی میکنید اینجا برای من یا ایموجی میذارید قاطی پاتی میفته، نمیتونم قشنگ بخونمش. FX Open 1 ساعت دیرتر از بازار باز میشه، بقیه 4 تا اوکی، ولی FX Open دیرتر باز میشه، چی کار کنیم؟ سلام هادیش هم آخر خوندم. سلام آقا هادی، سلام. این چارت تریدینگ ویو اوکی. ببین بحث باز شدنش نیست. من که روی FX Open که ترید نمی کنم، من روی اوپو ترید میکنم، ولی تحلیلم روی FX Openه. شما حالا من راحت ترم روی FX Open حقیقتشو بخوای. خب سوالاتتون توی کامنت ها من سعی کردم سوالات رو بخونم جواب بدم که خیلی هم طولانی شد، خیلی هاشو نخوندم. دمتون گرم، مرسی بچه ها کامنت گذاشتید، بازم کامنت بذارید، هر سوالی چیزی بود حتما بگید، من تا جایی که بتونم جواب میدم. واقعا هم دمتون گرم، خیلی حال کردم ویدیوی قبلی حمایت کردید، عشق کردم واقعا. تک تک کامنتاتون رو خوندم فکر نکنید نخوندم، میدونم چی نوشید. فکر نکنید کامنت گذاشتید مثلا کسی بهش توجه نکرد، جواب ندادیم، مثلا تایپی جواب ندادیم بهش توجه نشد. دقیقاً بهش توجه شده، ولی از سمت من، حالا بچهای پیپراس. ولی خب من جواب دادنم توی ویدیو اینجوری میام ازت تشکر میکنم عزیز دلم، دمت گرم.
بگذاریم کامنت ها تموم شد بچه ها، بریم سراغ هفته آینده که تحلیل رو بهتون بدم، برید عشق کنید. خب بالاخره رسیدیم به تحلیل هفته پیش رومون بچه ها. طبق معمول همون روند تکراری دیگه، چیکارش باید بکنیم؟ میایم توی تایم فریم هفتگی ویکلی و یه نگاهی رو میندازیم به کندلای هفتگی که بر اساس اونم باز ما یک دیدگاهی رو، یک سناریویی رو داشته باشیم از طلا بد نمیشه. خب میبینید که 2 هفته قبل 2 تا کندل سبز رنگ خیلی خوشگل به جا گذاشته و میبینید که چه زیبا هم رفته بالا. اما حالا برای این بالا رفتنه من دوست دارم که طلا از جایی که هست یک برگشت بده و تا این محدودایی که اینجا هست بیاد و بعد بره به سمت بالا. یعنی قشنگش اینه، ولی میتونم این اتفاق نیفته. این یک سناریویه، یک سناریویه این فقط یک سناریوه و ما مثلا چیز 100% رو نداریم. شاید هم از همینجا یهو بره بالا بعداً برگرده به این نقطه. چرا داریم اینو میگیم؟ چون که بچه خب یک مقاومت مهمی توی این محدوده بوده که شکسته شده توسط کندل هفته گذشته و این مقاومت الان دیگه حمایت این محدوده و برگشت به اینجا ما میتونیم خیلی بایر خوبی باشیم. این فقط خواستم بهتون بگم که یه همچین استایلی هم هستش. برای لاینای هفته بچه ها سقف و کف و لاین میندازیم وسطشو. این من هر بار دارم میگم، شاید یه سری جدید باشن، اونایی که جدیدن بگن بچه ها، من بدونم تعدادشون چند نفره که اینو هر دفعه توضیح ندم. ما بر اساس لاینایی که رسم میکنیم توی هفته سعی میکنم هر ماه اینو توضیح بدم، اول هر ماه یادم باشه، اگر یادم رفت دیگه ببخشید. ولی خب ما سقف و کف رو رسم میکنیم، وسطش به دست میاریم، فاصله بین اینا میایم چند تا لاین از بالا و پایین اضافه میکنیم، این لاین به دست میاد. میریم سراغ تایم فریم 15 دقیقه. تحلیل و سناریویی که من دارم روی لاین هایی که به دست اومده اینه. جدا از اون طلا کلا توی هفته گذشته میبینید که چقدر سودی بوده و هیچ اصلاحی درست حسابی نداشته و این اصلاحیه هم میبینید که من سناریومو این دفعه متفاوت کشیدم. بچه ها اگر قیمت طلا اومد از همینجا شروع کرد رفت به سمت بالا رفتن، من دیگه اینجا رو نمیام سل بگیرم، چون که خیلی هم واکنشش نزدیک میشه، همین که احتمال شکستش خیلی زیاده. شاید واکنش بده و از اینجا مجدد ریزش اتفاق بیفته، ولی برای من ریسکیه و میذارم که کامل بشکنه، کندل 4 ساعته تثبیت بده، بیاد این بالا نوسان بکنه و بعد بیام مثلا اینجا بای بگیرم. خب از روی لاین 3000 و تقریبا 5. خب ولی سناریویی که رسم کردم یه مقدار متفاوته. همون توی تایم فریم هفتگی هم گفتم دوست دارم طلا برگرده به این 2 تا لاین 2956.13 و 2942.58 برگرده به این 2 تا لاین و من 2 تا بای خوشگل بگیرم. حتی توی لاین پایین ترش هم من تیپی 4 هم حتی دادم. اینقدر جای خفنیه، خیلی میتونه واکنش خوبی باشه. یه نکته هم بگم، هیچ وقت استاپتون رو جابجا نکنید. استاپ همیشه همونیه که می‌نویسیم. این 10 پیپ هم که بچه‌ها مثال زده بود که چجوری این فاصله رو میدید. ببینید من جوری که خودم تریدر رو میکنم این شکلیه. میام میگم که آقا این لاین عددش چیه، کپیش میکنم، میخوام یه بای بکارم اینجا. خب میام میگم که اوکی این لاین منه، من میخوام 10 پیپ بالاتر بکارم، الان 56 57 میشه 10 پیپ بالاتر. حالا اینجا میگم 100 پیپ که اینجا توی چیز تریدینگ میشه 1000 پوینت، 1000 پوینت هم اینجا. این شد الان ترید من مثلا برای این. حالا اگر بخوام تیپی 3 رو در نظر بگیرم دیگه باید خودم این عدد رو جابجا کنم. این شد ترید من. حالا برای پایینی هم دقیقا همینه، میام همین کار میکنم، 10 پیپ میارم بالاتر، میشه ترید من. یه زیاد توضیح ندم. حالا اگر اینجا واکنش داشت و به صورت کاملا ریسک فری بتونستید حتی تیپی 4 رو هم بگیرید که من رو خیلی دوست دارم بگیرم، خیلی واقعا جای خفنیه. این یک محدود است، این 2 تا لاین باید کامل بشکنه اگر بخواد بشکنه.
اگر این اتفاق افتاد شما میایید ریسک میکنید و 100 پیپ از این محدوده میگیرید، نه اینکه از اینجا قیمت رفت بالا سل بگیرید. در صورتی که این اتفاق افتاد یا اومد از اینجا و بعد پام شد رفت بالا، شما اینجا 100 پیپ میگیرید که اونم باز ریسکه، امکان داره سقف راحت عین کره ببره بره و اصلا نشه جلوش بگیریم. ولی خب کامل باید بشکنه، کندل 4 ساعته واکنش و نوسان و اینا رو اینجا اتفاق بیفته و بعد پولبکی شما بیاین بای بگیریم، اونم چه بای خوشگلی، حتی تارگت بالا هم دادم، چون اینجوری انگار طلا داره هی به ما نشون میده که من میخوام برم بالاتر و بالاتر و بالاتر و ما هم باید باش همراه بشیم. توی سل چون دیگه طلا جاهاییه که معمولا ریزش اتفاق میفته، من سعی میکنم که آقا به صورت ریسک فری توی سل هم تارگت بالا رو بگیرم، ولی نه اینجا، مثلا اینجا یا بالاتر. عددش شد ندادم، نه 3004 ممیز 94. لاین بالایی هم 3067 ممیز 30 که این هم باید کامل بشکنه که شما بتونید روی پول بکی سوار بشید. لاین بالاترش هم فقط سل دادم که 3129 ممیز 66 بچه‌ها، که خیلی فکر نکنم هفته بعدی به اینجا برسه. اگه هم برسه واقعا دیگه این گفت جنگ باید بشه، چون خیلی فاصله زیادیه و فاصله بین لاینامون بچه‌ها خیلی زیاده. ببینید بین لاین آبی رنگمون فاصله تقریبا 620 پیپه. چرا 150 پیپ ندادم؟ چون احساس میکنم 100 پیپ مناسبه نسبت به واکنش ها و رفتارهای قیمتی طلا. حالا اگر این دوتا لاین رو اینه کره برید و رفت پایین، روی پولبکش دقیقا سوار میشید، تارگت های بالا رو هم میتونید به صورت ریسک فری بگیرید، ولی باید کاملا مطمئن بشید که این دوتا لاین بریده شده و شکسته شده. یعنی یه جورایی بگم که مطمئن بشید که این روند صعودی دیگه بیشتر از این ادامه نخواهد داشت. حالا بازم میگم امکان داره بیاد یه کوچولو بشکنه بعد دوباره بره بالا، تاییدیه بده که شما بتونید بای بگیرید. حتی اگه بایتون استاپ بخوره مجدد تاییدیه بگیرید، بیاد بالای لاین ها، میتونید مثلا با ریسک کمتر بای رو دوباره بگیرید. اگر اومد پایینتر 2880 ممیز 22 بای بگیرید. من تارگت فقط چیز دادم، تارگت 1 و 2 دادم. چرا؟ چون که دیگه اینجا یه جورایی به من داره نشون میده ریزشی هم و گرفتن تارگت بالای مقدار شاید ریسکی باشه. من همه رو تارگت 4 نمیدم، ولی خب حس میکنم خیلی جاها میطلبه. اگر کامل شکست این لاین، روی سلش میتونید سوار بشید و یه بای هم دادم 2817 ممیز 86. همین بود سناریوی ما. بچه‌ها تایمای خبر رو فراموش نکنید، خبر زیاد داریم، FOMC و نمیدونم سخنرانی اون چی بهش میگم پاول و شاید خیلی چیزی دیگه هم باشه توی تریدینگ ویو نشون نده. سعی کنید حتما برید توی سایت پیپراز از تقویم اقتصادی پیپراز بچه استفاده بکنید، یا حالا فارکس فکتوری تقویم چیز پیپراز، چون خبری قرمز رو فقط نشون میده. میگم برید اونجا دیگه، نیاز نباشه یه خبری زردم ببینید. این شد 2 سناریوی ما برای هفته پیش رو. امیدوارم که عین هفته‌های گذشته بتونید سودای خفن بگیرید. سعی کنید که احساساتتون رو کنترل بکنید توی ترید، نشینید اینقدر پای چارت. هر از گاهی بهش سر بزنید که مثلا آره، یا آلرت بذارید. آلرت گذاشتن هم کاری نداره، توی تریدینگ ویو یک کلیک سمت راست بکن این گوشه تصویر و میتونی اینجا دقیقا روی این آلرت بکاری. الان من اینجا بزنم کرییت، این آلرت من ساخته شد. آقا قیمت رسید اینجا به من بگو، چون من اینجا منتظرم یه اتفاقی بیفته. نیازی نیست پای چارت بشینی بچه‌ها، این اشتباهه و این پای چارت نشستن باعث میشه ترید کردن شما هم متفاوت بشه. خلاصه هفته پرسود و پربرکتی رو داشته باشید. تا هفته بعد میبینمتون.